امروز خیلی یک خبر هیجان انگیز دارم براتون. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور و ساعت باشین. ما چند موضوع را در اینجا یادآوری میکنم برای شما که قبلا هم یک ویدیو برای شما گذاشتم درباره ویدیوی جایزه 50 یوروگی. خب امروز تصمیم گرفتم که برای شما شریک بسازم. در این ویدیو براتون میگم که چی کارا را انجام بدین تا بتونین 50 یورو را به دست بیارین. اولی که من مسیح الله هستم، بازم خوش آمدین با ویدیو جدید شما. امروز قرار است که براتون تشریح بدم این 50 یورو از کجا سرچشمه میگیره. قراره که من میخواستم کمک کنم یک تعداد هموطنای خدا، شاید با کوچکترین پیسه که من میخوایم براشان هدیه بدم، اونا هم در قبالش میتونن یک حمایت کوچکی از ما کنن که هیچ چیزشان کم نمیشه. شاید در صورت یک سابسکرایب و یک لایک کردن ویدیو و با گذاشتن کامنت. اما این باره که ویدیو را برای شما شریک میسازم، دلیلش چی است؟ دلیلش این است که ویدیوها را میخوایم به اشتراک بگذاریم و کمیونیتی یا تعداد جمعیت که در این ویدیوها است میخوایم بالا ببریم. این پیسه را من عجیب خود شخصا برای یک نفر جایزه میتم از کسی که کامنت گذاشته باشه در ویدیوها و در کامنت کلمه DONE را نوشته کنه و هرگاه کامنت ها به حدود 100 کامنت برسه، چون فعلا ما از یوتیوب درآمد ندارم، ما جیب خود میخوایم برای شما پیسه اهدا کنم، یک جایزه بدم. خب چند دلیل داره. اولی که میخوایم سابسکرایبر های خدا به 1000 برسانم، چون هنوز پروگرام امی چینل یوتیوب که ما برای انداختیم مونیتایز نشده. این چینل یوتیوب مربوط شخصی به خود ما هسته و همچنان ما همکار هم داریم در این بخش که میتونن بر آینده پروگرام های خیلی زیاد را تفویض جوایز که برای یک تعداد از دوستایی که میخواین در این پروگرام ما شرکت کنن و میخوایم یک واقعا در آینده خیلی پروگرام های زیاد داریم که میخوایم همراه شما فعلا به اشتراک بگذارم، چون این ویدیو اول است، نمیخوایم که زیادتر حرفی کنم. خب حالا چی کار باید کنیم که 50 یورو را به دست بیاریم؟ حالا هر کجای دنیا که هستین میتونین اولین بار کامنت بگذارین، کلمه DONE را نوشته کنین در کامنت، سابسکرایب کنین، لایک کنین و از لایک و سابسکرایب و کامنت که گذاشتین یک اسکرین شات بگیرین و با خود داشته باشین در تلفنتان. شاید بعد از تاریخ 30 این ماه فعلا که هستیم میخوایم جایزه را برای یکی از دوستای خود تقدیم کنم، چون ویدیو قبلی را که گذاشته بودم دقیقا یک هفته قبل بود و چون ما در هر هفته یک بار یک ویدیو به نشر میرسانم زیادتر نمیشه که درباره‌اش گپ بزنم و هر حرفی که داشته باشم در ویدیو میخوایم براتون شریک بسازم. خب حالا مسئله دوم چی است؟ این پیسه را که من میتونم هیچگاه بر نمیگرده با یوتیوب. شاید شما پرسان کنید که چرا طرف از صفحه نمایشی سیل میکنه. خب دلیلی است که من میخوایم همراه شما بعضی چیزهای مهمه که در اینجا من یادداشت کرده بودم، شما نگوین که دادلتان چیز نگرده که چی است. اما مدت زمانش 30 روز است، یعنی در هر یک ماه 50 یورو میخوایم برای یکی از شما هموطنا کمک کنم، چون من خودم فعلا در یک کشور از اروپایی قرار دارم و نمیخوایم که زیاد پر حرفی کنم. جور و صحت سلامت باشین، لایک کنین، سابسکرایب کنین و 50 یورو شخصا به دست بیارین. ما شخصا عجیب خود فعلا پرداخت میکنم. هر زمانی که چینل یوتیوب ما با سابسکرایبر های ما با 1000 رسید و کمیونیتی فیسبوک یا یوتیوب و یا تیک تاک و هر چیز برنامه دیگه که داریم اون زیاد شوه و بعدا میفهمیم که تفویض جوایز خدا زیادتر بسازیم. آهسته آهسته گروه ما زیاد شده میره. تیم ما یک بخش تیم مکمل داریم که بخش تیم ایدیت است و تیم فیلم برداری است و نورپردازی و با همین شکل آهسته آهسته همه چیزا با شکل یک بارگی پیش نمیره، با شکل آهسته پیش میره و بعض برنامه های دیگه هم وجود داره که میخوایم همراه شما او را هم شریک بسازم. او برنامه هایی است که میخوایم در شهرهای بزرگ تعداد هموطنایی که میخواین
کمک های را به بعضی کسا برسانند. ما اون کمک ها را کوشش میکنم برای شما شریک بسازم، نه ای که به اکانت ما به، نه ای که به حساب ما به. خود اون شخصی که میخواد برای شما کمک کنه، فقط من میتونم یک پل ارتباطی باشم میان شما. به طور مثال شاید شماره تلفنتان از یک طریق نه از یک طریق پیدا کنم، بگیرم از خودتان با اون شخص بتم که بخواد شما را کمک کنه. و بعدا در ویدیوهای بعدی ما هم یک شماره واتساپ را در اختیار شما قرار میتم، اما او واتساپ دائما فعال نیست، فقط تنها زمان فعال می باشه که تاریخ 30 ماه عیسوی، تاریخ جنتریش ماه عیسوی را یادداشت میگیرن و من هم تاریخ 30 دقیقا هر ماه اون شماره را فعال میکنم. هر زمانی که من ببینم کی مسیج داده، کی پیام داده و چی نظریات، پیشنهادات، انتقادات شما را پذیرا هستم. در ویدیو کمی کاستی باشه، حرف زیاد گفته باشم، خیلی زیاد بخشش باشه، اما فقط یک چیز مهمه که هست، فعلا میخوایم که امی چینل یوتیوب ام بی آنلاین که هست ایره شیر کنین، سابسکرایب کنین و در همین ویدیو ام بی آنلاین نوشته کنین و یا کلمه دی او ان ای یعنی دان، انجام شد، یعنی انجام پذیرفت، و یک قطعه عکس اسکرین شات هم در تلفن هایتان بگیرین. خب بعدا این اسکرین شات به چی به دردتان میخوره؟ دقیقاً یعنی تاریخ 30 که گذشت، ما در تاریخ 30 دقیقاً میخوایم میره چک کنم، سیل کنم که آیا 100 نفر کامنت پورا کردین یا نه. اگر 100 نفر کامنت پورا کرده باشین و یکی از شما عزیزا 50 یورو در این ماه از جیب خود شخصی براتون پرداخت میکنم و در ماه بعدی شاید 50 یورو را به 100 یورو افزایش پیدا کنه و شاید هم اگر هر قدر زودتر شما بخواین این برنامه و چینل را سابسکرایب کنین، شاید زودتر تفویض جوایز ما بالاتر بره و بخوایم شما را زیادتر بتانم کمک کنم. خب جور ساعت سرفراز باشین. بدرود.